ترفند فوق‌العاده‌ای که ردبول رو از ورشکستگی نجات داد. حدود سال 1990 میلادی ردبول کارش رو شروع کرده بود و هیچ بودجه‌ای برای تبلیغات نداشت. ردبول مجبور بود طی چند ماه فروشش رو چند برابر کنه، وگرنه به خاطر هزینه‌هایی که داشت ورشکست میشد. مدیرای بازاریابی ردبول جمع شدن و به ایده‌ای رسیدن که برای این کمپانی بسیار حیاتی بود. رفتن محله‌های خیلی لوکس و مرفه‌نشین انگلیس و بهترین مهمونی‌های اون منطقه رو پیدا کردن. صبح زود بعد از تموم شدن مهمونی، قوطی‌های خالی ردبول رو توی سطل آشغال و جوب‌های اطراف قاطی آشغال‌های مهمونی می‌ذاشتن. مردم عادی که از کنار این آشغال‌ها رد می‌شدن، چشمشون به زباله‌ها می‌افتاد و براشون سوال پیش می‌اومد که این چه محصول جدیدی که این پولدارا تو مهمونیاشون استفاده می‌کنن. با این ترفند فقط توی 2 ماه فروش ردبول 20 برابر بیشتر شد و به همین راحتی با این تکنیک ردبول خودش رو از ورشکستگی نجات داد.